استاد عزیز، در مهاجرت بسیاری مردهای مسلمان با زنهای روس زنا میکنند، باز نماز میخوانند. مگر این مسخره در دین نیست؟ برادرای عزیز، ما در این باره ها صحبت های خیلی زیاد کردگیم. من در هر یک سفرهایی که با همون روسیه میکردم، من دائم با برادرای همین مسلمان تاجیک خودمان تاکید میکردم که شما را مقصد در این دولت همیشه آبروتان، قدر قیمتتان، اعتبارتان ایروی همینه که شما مقصد به دخترای اینها، به زنهای اینها هیچ وقت دست درازی نمیکنید و حتی اونها اگر شما را پیشنهادی به همین کار زنا هم که کند، شما ردشان میکنید. شما پولاشون که خیانت نمیکنید، شما گپی دروغ که نمیگین، شما که مثال روزی دراز عرق نوشی نمیکنید. برای این مردم بسیار خوش آمدگیم، بسیار پسند آمدگیم. برای اونها انمی خیلی نفرها در کار که با او همکاری کنند. برای همین شما دانید که در اونجا شما را همین چیز مقصد عزت بخشیده یا مردم در شما اعتماد کرده. وقتی که شما دست به کارهای زنا میزنید، من نزدیکی یک نوار را تماشا کردم که در همون کدام زنی پیرانسالی را یک نفری از تاجیک مقصد دست درازی کرد، یک محله را بین همش از همونجا پیش کردن و جنجال و مقصد چقدر مشکلات و پرابلم های زیاد. این همش همون شومی بد زنا های. برای این کارها را نکنین دادرای عزیز. شما در سفر هستین، در سفر تا چند اگر شما پرهیزکاری کنین، احتیاط کنین، اگر خداوند در اونجا جانتون بگیره، شما با درجه شهادت میبرید. ای بکی یک آدم در روی زنا مقصد یا در روی شراب نوشی وقتی که مثال میم برد یا کشته می شود، این بسیار عیبی کلان است، هم برای دنیات هم برای آخرت. بابا جان از 70,250 سامانی چی مقدار زکات میتیم؟ شما زکات از همه ده همو $1,000 $25 جدا کنین، همین 70,000 کو بینین چند دلار میشه. از سر $1,000 $25 جدا کنین، تمام دیگر کاری آسان شمیه. در عقیقه بچه میگه 2 بوز بکشم اگر اجازت های به جای 2 گوسفند اجازت های. خواه گوسفند میکشی، خواه بوز میکشی، اجازت های. خب استاد، ما در غریبی هستیم. نماز بامداد و پیشین را در خانه میخوانیم. در وقت نماز عصر در کار هستیم. لباس همون بی نماز هست. امکان عوض کردنشان نداریم. چی کار کنیم؟ میتونیم که با همون لباس نماز عصر مون خوانیم. اولا برادران عزیز حرکت کنیم که شما یگان لباس های نمازی همراهتون برید، در همونجا مانید. یک لباس عوض کردن او کار دشواری نیست. لباسات یک طرف بمان، لباس نمازی قطعی نماز تا بخوان، با مقصد در همون صدقه کد بگی بردن در کارش ببر، بردن در کارش بمان بیسته، هر روز با هم نمازات تا بخوان. لیکن اگر این امکان نشید و حالت باشد که هیچ مقصد ایخیل نمی شود، با همون لباس بی نمازت هم نماز بخوان، نماز ترک نکن، نماز درست می شود. قرآن رو به طهارت از تلفن بخوانیم اجازت است؟ اجازت است. یعنی اگر فقط قرآن است که ما را الله من کرده است که به طهارت قرآن را نقبیم، یا به طهارت قرآن در دست ما خوانده نمیتونیم. لیکن به طهارت اگر از یاد من بگم درسته، یا در جای خواب اگر پام دراز کردگی قرآن خوانم درسته، اجازت اینهاش. به طهارت هم باشم، فقط قپیدن قرآن و در حالت از بالای قرآن مقصد به طهارت اجازت نیست.
از تلفن اجازت. این تلفن قرآن نیست. خب آیا با فرزند اسم اویس ماندن درسته؟ درسته. بابای حاجی در حق پسر 8 ساله هم دعا کنه که در هندوستان جراحی قلب میشود. خداوند این دادر ما را شفای کامل و شفای عاجل، جمعی بیماری های ما را علای مهربان شفای کامل نصیب کنه. آمین یا رب العالمین. خب استاد میگویم بعد از توی شه عروس تنها نمانی. آیا همین درسته؟ درسته. یعنی شه عروس مقصد که نه آمده است. یگان دلیل و حجت من ندارم که شما را بگم خلاص تنها نباشین. اصلا تنهایی خوب نیست. تنهایی اصلا خوب نیست. خوب برای شه یا عروس، خوب برای غیر اینها. لیکن بیشتری وقت بینین همین جین ها، همین شه ها و عروس ها را مقصد آزار میتن، دقت میتن. وقتی که اونها ببینین همون بگیم ذکرهایی که باید لازم باشه استفاده برین شما نمیکنین. خلاص پیش ای خوابتون آیت الکرسی را نمیخونین، پای به طهارت خواب نمیکنین. برای همین چیزها را رعایت کنین، انشاءالله خوب میشه. دیگر سوالی که دادم گفتن مرد موی بدنش رو با واسطه دارو دور کنه جایزه؟ جایزه. خب مثال گفته است در پشت و بالای شکم، یعنی اگر آدمایی هست که مثال بالای شکماشون پشم دارد، پشتاشون دارد، یعنی بسیاری وقت آزارشون میتد، زیادی بد میشود. اگر با دارو هم میشود یا با این ماشینکایی که موی سرتون میگیرین، با همه هم که بگیرینش هیچی باکی نداره. درسته، یگان گناهی نداره. دیگر بر من برادرها و خواهرای عزیز راستی خیلی نفرهای مراجعت کردن و یکی از مراجعت ها در پیش من یک نفر مهاجر بسیار علم آور و با گریه از من درخواست کرد که حاجی بابا امکان باشد اگر برای همین زنهایی که شوهر دارن باز مقصد مردهای دیگری را قبول میکنن و با او همخوابه میشوند، خواهش میکنم در همین بابت صحبت کنین. زیرا که من 5 فرزند داشتم ولی مادام زن من به همین کار دست زد، الحال مقصد من از او زن جدا شدم. ولی اگر نمیخوام که همین مصیبت به سر دیگر مردها بیاید. خواهرای خیلی گرامی، من برای شما مقصد حدیثایی را که از پیغمبر گرامی آمده است، من میدانم که شما مسلمانین، شما دعوای مسلمانی دارید. همین زنی که همین کار کرده است نمازخوان است. مردش میگه، شوهرش میگه که زنی نمازخوان بود. برای هر یک زنی که شوهر دارد دست به زنا میزند، 4 غضب خدا را مبتلا می شود. خواهر عزیز خوب گوش انداز. شاید من ایرا از روی دوستداری و از روی غمخواری و از روی این برای تو گویم که این 4 غضبی که در بالای تو هست تو از اینها رها بیابی. یکم، ایما امرأتین خانت زوجها فی الفراش فعلیها نصف عذاب هذه الامه. پیامبر ما گفت کدام زنی شوهرداری که مردکش خیانت میکنه، در جاگه خوابش مرد بیگانه ای را میاره، حضرت گفتن که بر این زن نصف عذاب امت من هست. خواهرای عزیز، نصف امت میدانین چند نفرن؟ اگر به شرط در روی عالم 1 میلیارد مسلمان باشد، 500 میلیون نفری که
اگر مورد عذاب خدا باشند چی مقدار عذاب اونها چی مقدار می شود؟ همون مقدار عذاب در سر تو است. حضرت جنونی می گفت نداری طاقت یک زخمی سوزن، نمی ترسی چرا از سوزی گلخن. حالی طاقت یک عذابی خود نداری. این 500 میلیونی که اگر مستجیب عذاب باشند و عذاب اونها را همش خداوند بر بالای تو بیاره، این حالی تو در او خانه قبر چی می شود؟ این یک عذاب بود. دویم عذاب، لیس منا من خبب امرأة علی زوجها. دویم پیامبر گفتن زنی که شوهر دارد و بالای شوهرش خیانت میکند، من از او زن بیزارم و هیچگاه نگوید که پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم است. وای به حالت خواهر عزیز که وقتی پیامبر بگد من بیزارم از تو و تو امت من نیستی، زیرا تو در مردکت خیانت کردی. سیوم عذاب، فتح الله له فی قبره 300 باب تخرج منها حیات عقارب و ثعبان. زمانی که این زنی که شوهرش خیانت کرد از دنیا گذشت، میگه پیامبر، وقتی در قبر میماننش خداوند میگه قبر همیده 300 سوراخی میکند. از هر سوراخی این میگه حیات، مارها، عقارب، کژدمها، ثعبان، مارهایی را که با روسی مقصد اونها را چی میگن؟ اناکوندا میگن ها، مارهای غوث کلام. هر کدام اونها میگن به نوبت خود بیرون میشوند. وقتی میبینند این زنی را که مردکش خیانت کرده است، میگه چنان غضبناک میشود که همو گوشت هاش پاره پاره میکند، وارد سوراخیش میشود. تا دیگرش برآمدن میگه خداوند بازی گوشت ها را جمع میکند، باز همین حالت ماری دیگر میگه انجام میتید. این سیوم عذابی هست که برای زنی که مردکش خیانت میکنه. چهارم، تعز الناس من متن ریحی من نتن ریحی. چهارم عذابی را که خداوند بر بالای این زن می آورده است، میگه وقتی که در قبر میمانش همون جمعی نفرهایی که در عذاب خدا بودن از بوی بد این زن میگه چنان ناراحت میشوند که در عذاب دوزخ ایخ ناراحت نیستن. چنان بوی بد فراشان میگرفت است که حتی میگفتن که پروردگارا مقصد با این عذابات طاقت داریم لیکن با بوی بد همین طاقت نداریم. خدای امکانش باشد بوی بد همین را از ما دور کن. وقتی اطراف تو از این بوی بد تو ناراحتن، حال خود چگونه ای؟ خواهر عزیز، من این 4 عذاب به خاطر آن آوردم که به خدای مهربان قسم، من همچون یک دادر شما، همچون یک برادر شما، من به شما احترام میگذارم. شما مسلمان هستید و نمیخواهم که این مشکلات خاری در آخرت دامن تا بگیرن. و در دنیا هم ببین که مقصد همین مادری را که حاضر من نامش خواندم، همین را فرزندش همین کار شنه و زیشت دید، پدرش آگاه کرد. بین فرزندای تو چقدر پراکندگی، بدبینی، دیگر ترا همچون مادرم دیگر نمیخوانن. بین در دنیا هم برای تو خیلی خجالت و مشکلات، آخرت الکی فهمیدی.
خدای مهربان توفیق منتیاد و علای مهربان هدایت کند. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. سلام علیکم و رحمت الله.